نسل کشی علیه هویت بلوچستان. امروز اینجا گردهم آمده ایم تا نحوه برخورد سرکوبانه و رفتار ضد بشری رژیم حاکم در ایران را علیه مردم کشور را می‌داریم. به گوش افکار عمومی دولت مردان جهان آزاد کشورهای دموکراتیک و سازمانهای نهادهای مدافع حقوق بشر برسانیم. اما بلوچستان برای ملت بلوچ واضح است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ضد انسانی در اشکال مختلف جهت جامعه عمل پوشاندن اهداف تبعیض‌آمیز خودشون تلاش میکنند تا مردم بلوچ را در تصمیم گیری های کرد و کلان بلوچستان و کشور به حاشیه برانند یا آنان را به کوچ و ترک سرزمین آبا اجدادیشان مجبور نمایند. در اینجا به عنوان مثال فقط به 12 ترفند که ما آنها را ستونهای ظلم رژیم و تعمیل قدرت مذهب شیعه دولتی در بلوچستان میدانیم اشاره میکنیم. یک تبعیض سیستماتیک سیاسی و پایان اولیه شهروندی مردمان بلوچستان، تبلیغات کذب و بی‌پایه اساس علیه جامعه مدنی، فرهنگی، مذهبی و حقوق بشری بلوچستان، تهدید دستگیری، حبس، اعدام و کشتار فعالین سیاسی جامعه مدنی، فرهنگی، مذهبی و حقوق بشری بلوچستان، جلوگیری از استخدام تحصیل کردگان نخبه شایسته و توانمند بلوچ در امور اجرایی و اداره استان و کشور، تعمیل بیکاری و فقر عمدی از جانب حکومت و سوق دادن جوانان بلوچ به سوی کارهای کاذب مرگ آفرین از جمله شغل سوختبری، هدف گلوله قرار دادن سوختبران و کشتار آنها توسط نیروهای نظامی و امنیتی، جذب و تقویت افراد ضعیف نفس به اعطای امتیازات مالی و امنیتی به آنان و سوء استفاده از آنها به عنوان مزدوران و عوامل لباس شخصی ناشناس گمنام غیر نظامی بر امور جنایی و به قتل رساندن و منتقدان و مخالفان سیاسی، مدنی و فرهنگی، استقرار نیروهای نظامی و هرچه بیش از پیش سخت‌تر کردن فضای امنیتی استان جهت سرکوب مردمان بلوچ، تغییر بافت جمعیتی در بلوچستان، هویت زدایی بلوچا، نسل کشی بلوچا، تصرف اجباری سواحل بلوچستان و اخراج مردمان بومی ساکنان از مناطق ساحلی و ویران کردن منازل مسکونی و محل کسب معیشتی آنها جهت ساختن مکانهای مسکونی، تجاری، نظامی و فرهنگی برای 10 میلیون مردم غیر بومی، غیر بلوچ و حتی غیر ایرانی که رژیم بلوچستان منتقل و سکونت داد. احسان باشنده 8 جوان 2024 کل آلمان حزب مردم بلوچستان.